با باوریتون گفته میتونیم که در شهر دوشنبه مترو بنیاد میشود. ساختمان مترو آغاز میگردد. چرا محض جمهوری کره میخواهد که در شهر دوشنبه مترو بنیاد کند؟ تا سال 2028 ادامه می‌یابد. همکاری در ساحه نقلیات میان تاجیکستان و کره یک سرمایه برای ساختمان مترو از کره را داریم. بررسی مشکلات و دورنمای رشد ساحه نقلیات را در برنامه راه و نقلیات از رادیوی تاجیکستان میشنوید. همکاری میان تاجیکستان و کره، ساختمان راه آهن و بنیاد مترو در کشور. مترو در شهر دوشنبه زیرزمینی میشود با درازی عمومی قریب 22 کیلومتر. اولین خط سیر میشود که در شهر دوشنبه آغاز و انجام میشود. سرآول می‌خواستیم برای تمام بینندگان ارجمند اینچنین شنوندگان رادیو تاجیکستان اوید به همکاری در ساحه نقلیات میان تاجیکستان و کره یک معلومات مفصل می‌دهید. مرحمت. تشکر. در آغاز می‌خواستم با اطلاع مشتریان رسانم که وقتی که جانب جمهوری تاجیکستان با جانب کره سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری‌ها را پیشنهاد نمود، خوشبختانه جانب کره یک از سمت‌های افضلیت‌ناک همکاری با تاجیکستان این ساحه نقلیات را انتخاب نمود و در دایره این تشبوس علاقه بعضی کارها از جانب وزارت نقلیات در یکجایی با همتایان کره‌ای اجرا شده است. از جمله سال 14 مارس سال 2022 بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره یادداشت تفاهم اوید با ساختمان مترو در شهر دوشنبه به امضا رسانیده شد. در دایره این یادداشت تفاهم سال 2023 آموزش مشترک به انجام رسانیده شد و خوشبختانه آموزش نشان داد که در شهر دوشنبه ضرورت ساختمان مترو پیش آمده است و متخصصان کارآگاه با ما توصیه دادند که اگر شما امروز در اندیشه ساختمان مترو در شهر دوشنبه نشوید، شما بعد 10-15 سال با مشکلات بی نهایت کلان وامی خورید، چون که دیگر کوچه های شهر دوشنبه را وسیع کردن قریب که غیر امکان شده است، اما شماره ساکنان شهر دوشنبه سال تا سال زیاد شده است. برای معلومات مثلا ما نظر کنیم با افزایش اهالی جمهوری تاجیکستان در دوران استقلالیت اهالی جمهوری تاجیکستان 2 مرتبه افزایش شد، لیکن در شهر دوشنبه باشد ساکنان شهر دوشنبه قریب 3.5-4 مرتبه افزایش شده است. یعنی این زمان زیاده از 1.2 میلیون اهالی در شهر دوشنبه زندگی میکنند که با نظر داشت ساکنانی که هر روز به دوشنبه میآیند و میروند شماره این با مراتب زیادتر نمیشد. برای همین واقعا ضرورت ساختمان مترو در شهر دوشنبه پیش با میان آمده است و با دستور و سفارش‌های رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امالی کارها در این سمت ادامه دارند. ما آموزش مرحله یکم آموزش را گذراندیم و مثبت خلاصه گرفتیم که در شهر دوشنبه ضرورت ساختمان است و در سنه 27 سپتامبر سال جاری ما رسما آغاز مرحله نو یعنی مرحله پیش از اساسنامه تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه را آغاز نمودیم. تشکر زیاد میگم استاد با شما. البته یک خبر خیلی خوش و مهم برای تمام شنوندگان و بینندگان ارجمند ما گفتید، یعنی بنیاد مترو. با باوریتون گفته میتونیم که در شهر دوشنبه مترو بنیاد میشود. به نهایت خبری مهم است. من فکر میکنم برای تمام بینندگان و شنوندگان ما گفتن با مورد است که بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و شرکت ملی راه آهن کره برای گذراندن پیش از اساسنامه تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه یادداشت تفاهم دوم با امضا رسانیده شد و در دایره این کارها متخصصان هر دو جانب با فعالیت خود آغاز نمودند و طبق مقررات یادداشت تفاهم این مرحله تا ماه اپریل می سال 2025 را در بر میگیرد و آغاز سال 2025 ما با اساسنامه تکنیکی اقتصادی آغاز میکنیم. مخصوص باید قطع کنیم که اکسیم بانک کره هوسمندی خود را برای مبلغ گذاری کردن این لایحه در ضمن گذراندن گفتارش‌ها با هم آمده بود یک چند مراتب و در حالت با موافق انجام دادن اساسنامه تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه ما امید داریم که ساختمان مترو آغاز می‌گردد. طبق نقشه کاری که بین دو جانب علاقه موافقه شده است، کارها وابسته به اساسنامه تکنیکی اقتصادی ساختمان مترو در شهر دوشنبه تا سال 2028 ادامه می‌یابند و طبق همین یادداشت تفاهمی که ما با امضا رسانیده ایم، ما امکانیت جلب نمودن سرمایه برای ساختمان مترو از
کره را داریم. و طور قبلا بیان نمودم جانب کره نیز حواسمندی خود را برای مبلغ گذاری نمودن ساختمان مترو بیان نمود. تشکر استاد عزیز. البته سوال به میاد که چرا محض جمهوری کره میخواهد که در شهر دوشنبه مترو بنیاد کند؟ جنوب کره یکی از کشورهایی می باشد که در سمت مترو و راه آهن نسبتاً کشوری پیشرفته می باشد. امروز کره خودش استحصال کننده تمام تکنولوژی وابسته به ساختمان مترو می باشد. در این سمت افضلیت نسبی دارد و این برای ما هم خیلی مهم است، چون که این اولین تجربه می شود در شهر دوشنبه که ما با ساختمان مترو آغاز میکنیم. و ما با باوری کامل گفتم میتونم که در اساس گفته شنیده هایی که ما با جانب کره گذراندیم، جانب کره با ما وعده دادن که در حالت موفقیت با انجام رسانیدن کارهای بنفشه گرفته شده آنها میتوانند با ساختمان مترو از سال 2029 آغاز کنند. و باید که نمونیم که آن خط مترویی که این زمان آنها توصیه دادگیرند که برای ما در همون خط سیر کار کنیم، این آغاز می شود از دروازه جنوبی از سمت شهر باختر تا سیرک و مرحله دومی آن این ادامه ساختمان مترو از سیرک تا دروازه شمالی شهر دوشنبه، یعنی تا چهارباغ. همین اولین خط سیر می شود که با دروازه عمومی قریب 22 کیلومتر شهر دوشنبه آغاز و انجام می شود. علاوه بر این یک نکته خیلی مهم است که باید بیان کنیم که مترو در شهر دوشنبه زیرزمینی می شود. تنها 1.5 کیلومتر آن در نزدیکی دروازه جنوبی این در بالای زمین می شود و دیگر همش زیرزمینی می شود. همچنین ما با دانشگاه وسونگ جمهوری کره علاقه با یک شرطنامه رسیدیم و آغاز از سال 2025 ما هر سال 15 نفر متخصصان جوان را برای آموزش برای در آینده فعالیت نمودن در ساختمان مترو و من بعد فعالیت کردن در سمت مترو شهر دوشنبه و جانب کره روان میکنیم و ما باوری کامل داریم که ساختمان مترو و نگهداری مترو این یکی از سمت‌های افضلیت در شهرداری شهر دوشنبه میگردد و در این سمت کارها با مرام ادامه دارند. خب تشکر استاد برای یک شرح مفصل. و ما میخواستیم دانیم که جمهوری کره با توریستان باز کدام لایحه یا خود همکاری ها را به راه مانده است در سمت راه نقلیات؟ با جمهوری کره یک دوره یکشان لایحه مکاتبه را به راه ماندگی، از جمله یکی از لایحه‌هایی که نه تنها اهمیت جمهوری و اینجور اهمیت منطقوی دارد، این ساختمان راه آهن جلدین بلکه 5 پایان با بستن راههای آهن جمهوری تاجیکستان و راههای آهن جمهوری اسلامی افغانستان میباشد. در این سمت علاقه کارهای زیاد با انجام رسانده داشتند و از جانب اجنسی بین المللی اوید با همکاری کره کویکا 4 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا جدا شد و در دایره این علاقه بین وزارت نقلیات و کویکا یادداشت تفاهم با امضا رسانده شد و شرکت کریگی علاقه انتخاب شده است و روزهای نزدیک یعنی در سال 2024 کار آغاز میکند. ما نیت داریم که راه آهن جمهوری تاجیکستان با راه آهن جمهوری اسلامی افغانستان پیوست نماییم، چون که این رقابت است. هیچ کس ما را در افغانستان منتظر نیست. این وظیفه ما است که ما باید که خدمت رسانی های انتقال مال و کارها توسط راه آهن که در آینده بین تاجیکستان و جمهوری اسلامی افغانستان بنیاد شود ما باید کارها را درست به راه مانیم. یعنی ما باید که یک خط سیر موثر و برای هر دو جانب مفید را باید که تهیه و تطبیق نماییم. از نقطه نظر اقتصادی اگر ما نظر کنیم، یگان کشور همسایه همچون ما با افغانستان نزدیک نیست و برای یک قشر کلان جامعه افغانستان از نقطه نظر اقتصادی مفید است که آنها توسط تاجیکستان مال و کالای خود را به کشورهای آسیای مرکزی و به دیگر دولت‌ها انتقال دهند. برای همین ما باید از این افضلیت نسبی که ما وابسته به موقع جغرافیامون داریم ما باید از این استفاده بریم. اگر ما راه آهن را بسازیم ما نه تنها این یک
افضلیت نسبی رو صاحب میگردیم. اینجوری ما راهی автомобилگرد خود را از ویران شدن امین نگاه میداریم. برای همین در این سهم نیز کارها خوب برامون داشتند. علاوه بر این چند قبل بین وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بین اکزیم بانک کره و شرکت کنسالتینگی کره یادداشت تفاهم اوید با الکتریفیکاسیا کنونی روی آهن قده پختاباد ترسونزاده با امضا رسانیده شد. اینچنین در دایره همین یادداشت تفاهم ما نیت داریم ساختمان قده روی آهن را از توگرک واسع تا منطقه آزاد اقتصادی شهر کلاب بسازیم. در این سهم نیز علاقه مبلغ جدا شده است و کارهای اساسنامه تکنیکی اقتصادی این لایحه ها علاقه آغاز گردیدند و وظیفه وزارت نقلیات نیز همین است و ما باید برای مؤسسات کنندگان وطنی خود شرایط مناسب، پیشنهادهای مناسب برای انتقال مال و کالای استحصال کننده در داخل تاجیکستان پیشنهاد نماییم. صحت و سلامت و سربلند باشید. برای یک صحبت خیلی مفید و صمیمانه که برای تمام بینندگان ارجمند و شنوندگان گرامی ما تقدیم نمودید.